قرار فرم یک فیلم فوق‌العاده رو نما به نما تحلیل و تجزیه کنیم. ماجرای نیمروز فیلمی که منتخب داوران و منتخب مردمه اونقدر جزئیات داره که بشه ساعتها دربارش صحبت کنیم. اگر تازه از خواب بیدار بشیم یا روی موتور باشیم صدا میگیره، خرابه. پس کمال که روی موتور صداش گرفته است. اما صادق که تو ماشین بیدار بوده صداش گرم و خوبه. سرده ها. کجاست؟ یه کوچه بالا از 150 متر بریم توی یه خیابون موازی. لوکیشن با پنبه پوشیده شده. در واقع نه برفی در کار بوده، نه مسافتی در راه بوده و نه تازه از خواب بیدار شده، اما حس صحنه به درستی منتقل شده. کارگردانی یعنی دیتیل، پرداخت به جزئیات. چرا کارگردان با اینکه بازیگر خوش چهره‌ای داشته اما قدرت چهره رو از بازیگرش گرفته؟ تا آخر تابستون همه چی عوض میشه. قراره در ارتباط با مجموعه‌ای از تکنیک‌های پیشرفته که فرم رو میسازن نما به نما و از ابتدا فیلم رو تحلیل و تجزیه کنیم. پیش نیاز درک مطالب پیش رو تسلط بر مباحث پای سینمایی و دیدن فیلم ماجرای نیمروز هست. خب فیلمساز از ابتدا با تیتراژ فضا سازی میکنه، افکت ماشین تحریر، صدای آپارات. فونت ها هم به فضا سازی کمک میکنن، فونت هایی که شبیه گزارش های 35 سال قبلن. در واقع تیتراژ عنصری مرتبط با لحن فیلمه به دلیل ملاحظات امنیتی. چون فیلمی جاسوسی معمایی داریم از دایره واژگان امنیتی مرتبط با همون زمان هم استفاده میکنه. با فضاسازی درست ما رو برد تو وقایع، حالا برد در مکان و تاریخ و از اینجا وارد داستان میشیم. انگار از یک کل وارد جزء شدیم. در مقدمه باید بگم وقتی از 15 سال قبل با دوستانم جلسات نقد فیلم برگزار میکنیم معمولاً در باب فیلمنامه، مضمون و محتوا بحث میشه. این جلسات و نقد فیلم برای فیلمسازها و حتی منی که مدرس و فیلمساز هستم آورده خاصی نداشت. چیزی اضافه نمی‌کرد. بنابراین فکر کردم سبک جدیدی از تحلیل رو ارائه بدم. چون هر نما از بخش‌های زیادی تشکیل شده و باز در هر بخش عناصری مثل حس و بافت و لایه و تضاد و غیره وجود داره، مثل رحیم دوستای قدیمی و فیلمساز دور هم جمع شدیم و نما به نما در بخش‌ها و اجزای مختلف صحنه به صورت خطی فیلم رو تحلیل و تجزیه کردیم. نتیجه رضایت بخش بود. پس مطالب رو جمع‌آوری کردم و ابتدا قرار شد کتاب چاپ بشه. اما نماها در کتاب به صورت عکس نمیتونن مطالب رو به خوبی منتقل کنن. بنابراین روی فیلم صداگذاری کردم. از نظر من خروجی این تحلیل برای کسانی که مبانی پایه رو بفهمن از چند سال آموزش در دانشگاه‌ها پربارتره. خب وارد فضای فیلم بشیم. دوستان وقتی میخواید از هنرور استفاده کنید یک چالش هایی رو حتما دارید. اینکه به لنز نگاه میکنن یا اینکه سعی میکنن برای دیده شدن اکت های اضافه انجام بدن. اما اینجا کار خیلی سخت تره، چون باید مناسباتش رو دهشستی کنه، یعنی پوشش، گریم، نوع مکالماتی که دارن. همه تیپ رو گذاشته، دختر مانتویی، دختر چادری، دانشجو، از این بازنشسته های بیمو. برای همه جزئیات طراحی کرده، برای همه بازی نوشته. برای درست بازی گرفتن از هنرورا بهشون یک اکتی بدید، بگید یه کاری رو تو صحنه انجام بدن تا بازی بهتری رو ارائه بدن. در طراحی لوکیشن این فیلم چیزی که باعث شده لوکیشن واقعی دیده بشه یا به اصطلاح راکورد 30 سال قبل به خوبی حفظ بشه، دوربین با قاب بسته و رو به پایینه. نمای باز گرونه و بازسازیش سخته، ممکنه صحنمون لو بره. بنابراین با استفاده از موقعیت دوربین که جلوتر صحبت میکنیم از محدودیت به نفع فیلم استفاده میکنه. شروع داستان از این نقطه همراه با شعار مرگ بر بهشتی در واقع اولین قلاب داستانیه که شکل میگیره. بک‌گراند ها به کمک محتوا میان و حس وابستگی بین بک‌گراند و شخصیت وجود داره. در این فیلم به همه بک‌گراند ها فکر شده، هیچ کدوم فدا نشدن و چون حس وابستگی و تعلق بین سوژه و بک‌گراندش وجود داره، حامد رو با بک‌گراند امام خمینی و منافقین رو با بک‌گراند رجبی میبینیم. اینجا بازیگر توپق میزنه اما تکرار میکنه و ادامه میده.
اما کارگردان آماتور کات بازیگر توپق زده، برداشت دوباره. نه آقا، اینها برای بافت در صحنه است، اینها رو طراحی کنید. این پرداخت به جزئیات فیلم رو واقعی میکنه و احترام برانگیزه. مناسبات دهه 60 حتی در نوع دعواها حفظ شده. نوع دعواهای قدیم بیرحمانه تر بود، مثل الان سوسولی نبود. حالا با معرفی فضایی که داشتیم و دیدن چند باره حامد، با یک تک شات و اکت کامل و رنگ لباس خاص شخصیت اصلی رو می‌بینیم. اول فیلم دوربین رو دست شخصیت می‌بینیم، اما بعد مجبور میشه اسلحه دست میگیره. این یک جور انتقال مضمون در ناخودآگاه بیننده است. کارگردان باید تفکر و مهارت داشته باشه تا کارش ضد مضمون نشه. یعنی انتخابهاش درست باشه تا ما از شخصیت‌های داستانش فاصله نگیریم. ما اینجا قراره با گروه رحیم همراه بشیم و همزاد پنداری کنیم. خب آیا دست و پای متهم‌ها با قل و زنجیر بسته شده؟ یا اونها دارن داد و بیداد میکنن؟ این باید فکر کنیم پشت سر شخصیت چی میگذره و شخصیت‌ها چه برخوردی با متهم‌ها دارن. آیا مخاطب یک بازجویی ساده رو می‌بینه یا یک بازجویی زیر مشت و لگد؟ حتی لباس زندانی نپوشوندن به متهم‌ها تاثیرگذاره. هر کدوم از این انتخاب‌ها حسای متفاوتی رو به بیننده منتقل می‌کنه. اینجا چون قرار بوده با گروه رحیم همراه بشیم و همزاد پنداری کنیم، زاویه دید اعتدالی داشتیم. اینجا یک سوال بی‌مورد از کشمیری داریم. آقا مسعود، برادرمون آقای کشمیری از شورای امنیت تشریف آوردن برای پیگیری ماجرای این. مسعودم. چه جالب. منم مسعودم. منتها مسعود اسم واقعیتونه یا اسم مستعارتونه؟ جنس این سوال باعث ایجاد یک کاشت میشه. فرض کنید اینطوری شروع میکرد: سلام چطوری، خوبی، چه خبر؟ خب 1000 بار دیدیم، کلیشه‌ای میشه. پس اضافه مکالمات رو حذف کرده، با یک دیالوگ غیر عادی و جدید تازگی میده. در طراحی لباس 2 نفر کت‌شلواری رو داریم که لباس سفید پوشیدن و مسعودی که لباس چارخونه داره. تو شخصیت پردازی بازیگرها، مسعود شخصیت روشنفکر داستانه. اون خودش رو شبیه بازداشتی ها کرده تا راحت تر حرف بزنن. بنابراین طرح و رنگ و لباس مسعود با همکاراش متفاوته. به لباس بازداشتی ها دقت کنید. پالت رنگی به درستی حفظ شده و رنگی به اشتباه چشم نمیکشه. مثل فوکوس کشی های دوربین که چشم نمیکشه. مثلا الان شما متوجه نشدید که در ابتدای نما متهم‌ها فلو بودن و دوربین فوکوس رو با مسعود به سمت متهم‌ها آورد. چون فرم فیلم مستنده، کارگردان می‌خواسته تغییر فوکوس‌ها دیده نشه. اینجا فوکوس از سوژه داخل اتاق میاد سمت شخصیت‌ها. در واقع فوکوس قبل از رسیدن به سر شخصیت‌ها تغییر می‌کنه تا مخاطب متوجه تغییر فوکوس‌ها نشه. آقا منو اشتباهی آوردن اینجا. مثلا قضیه یه چیز دیگه، من بی خودی افتیدم قاطی. اسمت چیه؟ اولین مواجهه ما با متهم اون رو در حال نماز با لهجه یزدی و لحنی مظلومانه داریم. شاید اشتباهی رخ داده. وقتی جلوتر متوجه میشیم که متهم تظاهر میکرده، این تضاد برای بیننده ایجاد غافلگیری میکنه. به دستهای بسته حامد دقت کنید. اگر بخوایم درباره میزانسن در این سکانس صحبت کنیم، ما از یک حامد با گارد بسته میرسیم به سیگار تعارف کردن در پایان این سکانس و حتی پایان فیلم. اما با چه میزانسنی؟ ابتدا حامد رو با گارد بسته در زاویه لوانگل، یعنی نگاه بالا به پایین نسبت به متهم که روی زمین نشسته میبینیم. حالا حامد گاردش باز شده و مسعود که متهم رو میشناسه نزدیک میاد. در میزانسن بعدی مسعود میشینه و هم لول متهم میشه و با تعارف کردن سیگار
با اون ارتباط برقرار میکنه و سعی میکنه نزدیک بشه. به میزانسن دوربین هم اگر دقت کنیم متوجه میشیم مسعود و متهم رو تک شات ضبط کرده تا حس جدا بودن بدن. ما از یک گارد بسته لوانگل میرسیم به سیگار تعارف کردن در زاویه آی لول متهم. من کاری نکردم، تو رو خدا منو گیر نده. تو چی کار کردی با خودت؟ من هیچ کاری نکردم مسعود، خواهش میکنم بهم کمک کن. نگاه کن، یه چیزی بگو، با من حرف بزن مسعود. حرف من اینه که ما نباید اینطوری ساده بگیریم که این چیز. آقا یه اینجا گروه رو با دو دیدگاه میبینیم. دیدگاه اول یعنی رحیم به عنوان سرپرست گروه و حامد و عباس که همگی موافق برخورد قاطع هستند و دیدگاه دوم که مسعود مخالف برخورد قاطع هست و به اصطلاح روشنفکر داستانه. اینجا مسعود رو با لباس چهارخانه رنگی در یک طرف و گروه دوم رو با لباس سفید در طرف دیگه میبینیم. با استفاده از مدل و رنگ لباس و نشستن 3 به 1 تقابل این دو دیدگاه رو کاملتر نمایشی کرده. شخصیت نفوذی فیلم رو با ظاهری ارزشی در کنار مسعود که با لباس چهارخانه رنگی که شبیه منافقینه میبینیم. این تضادها کاشتی هست برای جلوتر. معلومه یا چه میدونم توده‌ای پیکاری طاغوتی معلومه. شریک با تروریست بالاخره اینا یه طرفدارایی دارن. جنگ داخلی را میفته. رئیس جمهورم که نداریم که کارمون زاره دیگه. رئیس مسعود یه جوری حرف میزنی اگه یکی از بیرون بیاد تو رو نشناسه فکر کن تو واقعا سمپات اونایی. دست شما درد نکنه دیگه. حالا هر چی دلتون میخواد دارین بار من میکنین دیگه. آخه سازمان که فقط رجبی و شورای رهبریشون نیست که. نظر رحیم به عنوان سرپرست گروه حاکم میشه. حالا رحیم دستشو بالا میبره و ما در یک فرشات همه گروه رو در یک قاب می‌بینیم. اگه وارد فاز مسلحانشن آره بابا شدن دیگه. مسعود جون تو نیست که هنوز باورت نشده این سوغاتیه که رجبی با خودش از پاریس و لندن آورده. اینا تغییر فاز دادن. حالا من مرده شما زنده. شورش‌های 30 خرداد تازه شروع ماجراست. اینجوری نیست که فقط رفتار احساسی میلیشیاشون باشه. میلیشیا سرخود که کاری انجام نمیده. مسعود تنهاست و موافقی نداره، بنابراین اون رو تک شات می‌بینیم. در دقیقه 12 فیلم هستیم و نقطه عطف اول شکل گرفته. موانع، شخصیت‌ها و هدف گروه برای بیننده مشخص شدن. حالا هدف اصلی چیه؟ جای رجبی و موسی خیابانی باید کشف بشه. هدف اصلی همینه. باید زود پیداش کنیم. ما در یک قاب بدمن فیلم رو می‌بینیم، ترسناک و خشن در حال خنده به همراه کارنامه سیاه کاری از عکس‌های انفجار و آتش سوزی تا جنازه‌های سوخته. بهشتی؟ بله میشه منم بیام؟ بیا بریم شما بیا بریم. اولین مواجهه ما با شهید بهشتی کجاست؟ کارگردان میتونست اون رو پشت یک میز بزرگ نشون بده، اما اون رو ما توی قنوت نماز میبینیم. این یک معرفی بدیع از یک کاراکتر فرعی داستانه. حالا با کنش در کات میریم سکانس بعدی. دوستان جای خوب کات اولین فریم بعد از خروج چشم‌های شخصیت، زمان اضافه نذاریم. به بک‌گراند شهید بهشتی توجه کنید. بک‌گراند مرتبط با شخصیت. اینجا یک بعد از شخصیت حامد رو می‌بینیم، یعنی کمرویی برای دیدار با بهشتی. روم نشد. حالا یه دفعه دیگه با تو میام. چی گفتن؟ سعی کنید خشونت نکنید، بی‌انصافی نکنید در حقشون از این حرفا. تلویزیون استفاده پیام رسانی، روایت مستند و موقعیت زمانی داره. میتونست این خبر رو تو دیالوگ بیاره یا تلفنی بگه، اما کلیشه‌ای میشد. بنابراین به صورت مینیمال و تصویری با تلویزیون پیام رسانی میکنه. اینجا که رحیم پیرهنش رو عوض میکنه رو گذاشته تا فیلم واقعی تر بشه، یا ما وارد خونه شخصیت ها نمیشیم تا خانواده اونها رو کنار هم با حجاب ببینیم. اینها به لحن مستند فیلم کمک کرده. بریم سراغ بازیگری. اینجا چون حامد تازه کار و جوان‌تره، رحیم با یک نگاه بازجویی خیلی خوب پیش رفته. اطلاعات جالبی گرفتیم. حامد دستشو برد پشتش، سکوت کرد
و کنش ادامه پیدا میکنه. اما آماتور به این قاعده رسیده که صداها برای صداگذاری در تدوین باید حتما جدا ضبط بشن. پس میگه تو دیالوگ هم نیایید، بنابراین برداشته دوباره. ولی ما تو زندگی واقعی تو دیالوگ هم میاییم. اینها فیلم رو واقعی میکنه، چیزی که تو سینمای امروز کمتر میبینیم. به بک‌گراند شخصیت هم اگر دقت کنید، مسعود که ظاهرش شبیه منافقینه میذاره طرف رجبی تا بیننده تو ناخودآگاهش به شک کنه، اما بک‌گراند حامد رو عکس شهدا میذاره. فقط اینا رمزی نوشته شدن، ما خیلی از این رمزاشون رو شکوندیم. حالا من یه پیشنهادی دارم. ما میتونیم خودمون بعضی از این قراردادها رو اجرا کنیم. از اینجای داستان حامد داره مهم میشه. فقط میدونن کی مسئوله کی تحت مسئول. این کار خطرناکه. فکر جالبیه. اینجوری میتونیم بینشون نفوذ کنیم رحیم. من خودم میتونم بعضی از این قراردادها رو اجرا کنم. نه کار شما نیست. بفرستیم برای بچه‌های بررسی. کار نیمایی با تجربه. منم تو این مدت یه چیزایی یاد گرفتم بالاخره. تغییر سکانس باید از لولا استفاده کنیم، یعنی تمهیدی که بیننده رو آماده تغییر سکانس میکنه تا ایجاد جامپ و پرش نشه. مثلا اینجا خب من دارم میرم مراسم دکتر چمران. منم میام. خداوند در قرآن کریم میفرماید این لولا خیلی متنوع هستن، حتی میتونن ساده باشن. اگر من اینجا یه آدرسی بپرسم یا کتمو بردارم، بیننده ذهنش آماده تغییر سکانس میشه. بریم ادامه بدیم. خب حالا بذار من بهش فکر کنم بهت میگم. خب من دارم میرم مراسم دکتر چمران. دیر وارد شوید و زود خارج شوید. این پیشنهاد کتاب‌های فیلمنامه نویسیه. آماتور که میسازه از اول سلام بعد ادامه میده. نه، دیر وارد شوید و زود بیاید بیرون. یعنی جای مهم وارد بشید و اضافه نگید و سریع خارج بشید. دو شخصیت تو بک‌گراند رو به ما هستن. یکی داره علامت میده، کسی متوجه نشه. ما صدایی نمیشنویم، بنابراین تعلیق ایجاد شد. نگاه رحیم رو داریم، حالا تعلیق بیشتر شد. مردم در حال گوش دادن به صحبت‌های یک سخنرانن. کی داره صحبت میکنه؟ مهم نیست. اگر قرار بود کسی که داره صحبت میکنه رو نمایش میداد، ذهن به چیز دیگه‌ای منحرف میشد. ذهن جای دیگه‌ای فوکوس میکشید. حالا سریع از سکانس خارج شوید. اینجا کشمیری رو با میزانسنی که پشت به ما ایستاده میبینیم. این سبک ایستایی پشت به دوربین حس مخفی بودن میده. برمیگرده و ما پاس نگاه 3 نفره رو داریم. این که روی جنازه زوم میکنه و این که اون رو تک گذاشته، همه اینها تأکیدی بر اهمیت شهادت بهشتیه. ابزارهای مختلفی وجود داره برای اینکه چشم بینندمون به جایی که میخوایم متمرکز بشه و در عین حال نماها به خوبی و نرمی کنار هم قرار بگیرن که پاس نگاه یکی از اونهاست. بریم ادامه بدیم. حالا با شهادت بهشتی نوشته واضحی داریم: منافقین بدتر از کفارن. سلام آقا. اول صبحی خیر باشه. سکانس با کنایه شروع میشه، لاجوردی هم با کنایه جواب میده. بفرمایید. حالا دستت اومد من چی میگفتم؟ حالا به حرف من رسیدین؟ کسی که میگفت قصاص قبل از جنایت نباید کرد، خودش شد قربانی جنایت این جماعت. چند تا مثل بهشتی رو باید بزنن تا شما به حرف من برسید. اینجا تقابل دو تئوری رو داریم. این دیالوگ ها به نوعی رو به مخاطب هم هست. دوستان احتمالاً این جلسه در واقعیت ساعتها طول کشیده، اما برای فیلمساز حداقل 3 خط باید در عین فشردگی و مینیمال بودن جلو بره. روایت جلو بره، زیر متن جلو بره، شخصیت ها پرداخت بشن. پرونده هایی که میبینید برای القای حس پرکاری شخصیت ها استفاده شده، کاری که طراح صحنه باید با شناخت از شخصیت ها انجام بده. در مورد گریم لاجوردی باید گفت با عینکی که زده و چشمهایی که دیده نمیشه ناشناخته و مرموزتر شده. خب اینجا تلویزیون کار کرده، موقعیت و گذر زمانی داره. به هم ریختگی کاغذها در بک‌گراند هم در واقع منتقل کننده به هم ریختگی موقعیت شخصیت‌های داستانه. برای یه همچین تخریبی لااقل 10 کیلو TNT لازم داشتن. من نمیدونم چجوری این بمب آوردن تو ساختمون، چون حفاظت اونجا همه رو میگرده. کسی بوده که نگشته باشه. بله دیگه، احتمالاً آشنا بوده. مستقیم نمیگه نفوذی بوده، مستقیم به مخاطب نگید.
بذارید مخاطب کشف کنه، خودش به جواب برسه تا لذت ببره. مثل جدول که از حل کردنش لذت میبرید. منطقه چه خبره؟ خیر باشه. خیره ایشالله. سلام. جلسه دارم. آقای سارین، من اومدم تو رو ببینم. باید یه گزارش فوری بدم. چی شده؟ دیشب تا صبح با بچه‌های بررسی اطلاعات پرونده‌ها رو بازخوانی کردیم. از قرار معلوم اینا یه طرح 3 ماهه دارن به اسم براندازی ضربه‌ای. میخوان تا آخر همین تابستون کارو تموم کنن. اطلاعاتی یا تحلیله؟ اطلاعاته. حداقل 2 تا عضو میدونستن، اما ردای پایین نمیدونن، خبر ندارن. حالا باورت شد آقا مسعود؟ در واقع وقتی به شخصیتی که روشنفکر داستان این دیالوگ رو میگیم، داریم به نوعی به مخاطب میگیم حالا باورت شد؟ بریم سراغ حرکت در سینما. سپایه، کرین، استابلایزر. هر نما بسته به محتوایی که داره جنس حرکت خودش رو میخواد. مثلا تراولینگ حس پایداری داره. اگر در این فیلم استفاده میشد به لحن و جنس فیلم صدمه میزد. در واقع کارگردان مرعوب تجهیزات نشده و دوربین روی دست برای وقایع ناآرام و ملتهب اون زمان گزینه بهتریه. اما این تصاویر رو چه کسی ضبط کرده؟ در ابتدای فیلم ما یک عکاس رو داریم و جلوتر هم فیلمبرداری رو می‌بینیم. دوربین پشت اجسام مخفی و لرزشی هم درش وجود داره. به میزانی که موقعیت خطرناکتر میشه، دوربین هم مخفی‌تر و قاب‌بندی‌ها خراب‌ترن. حامد با شخصیت منافق قرار داره، اما نمیتونه پیداش کنه. پس ما هم نمیتونیم پیداش کنیم. پیداش نمیکنه تا جایی که حامد اون رو با پاس نگاه به دوربین معرفی میکنه و از اینجاست که دوربین میتونه اون رو پیدا کنه و دنبال کنه. اینجاست که دوربین سابجکتیوه و ما یکی از شخصیت‌های گروهیم و هیچ وقت داستان رو از زاویه دانای کل نمیبینیم. جنس و رنگ دوربین شبیه دوربین‌های قدیمیه، چون با نگاتیو 16 ضبط شده تا حس و حال مستندهای همون دوران رو منتقل کنه. همه این مطالب یعنی فرم در خدمت محتوا، دوربین در خدمت محتوا، یعنی برای داستان واقعی رفتیم سراغ دوربین واقعی. هر نقطه دید تأثیر خاص و متفاوتی بر همدلی و عواطف مخاطب داره. ما دنیا رو از زاویه دید هر کسی که می‌بینیم با اون همراه میشیم و با اون هم ذات‌پنداری می‌کنیم و این میتونه از مزیت این دوربین در این موقعیت باشه، چرا که قرار ما با گروه و حامد همراه باشیم. ببخشید خانم دوزاری دارین؟ تلفن خرابه. تلفن دیگه ای نیستش این اطراف؟ نمیدونم من برای این دقت و ظرافت بی‌نظیر در صدا هم در نظر گرفته شده. زمانی که این دو شخصیت به دوربین نزدیک هستن، صدای اونها شنیده میشه. از دور که دیدم اصلا نشناختمه. عوضش من اون لحظه اول که دیدم شناختم. اما صدای متصل به دوربین در این فاصله خوب کار نمیکنه. نه خب معلومه که خوبه. اینجا صدا رو نمیشنوید. شاید تجهیزات صدا دچار مشکل شده. واقعا؟ آره به خدا وقتی دانشگاه تعطیل شد خیلی دنبالت گشتم. یا آب شدی رفتی تو زمین. تو از کی قطع شدی؟ 10 روزی میشه. خیلی مسئول تشکیلات. اگر بخوایم درباره لایه‌های این سکانس صحبت کنیم، اینجا حداقل 4 لایه داریم. روی ترین لایه قرار قطع هست. لایه پایین‌تر یک قرار عاشقانه است میان حامد و فریده. یک لایه پایین‌تر بیاین. حامد یک نیروی اطلاعاتی در نقش عاشقه که نباید لو بره. در لایه 4 یک پسر ایرانیه که هول شده و بی دست و پاست. مدل من شیفته تو هستم را گرفته و میخ دختر است. اما دختره انگار ترس داره. باید مواظب باشم. در عین حال یک حجب و حیایی هم تو بازیش داره. این دیتیل و جزئیات در صحنه باعث میشه صحنه قدرت بگیره و مخاطب از یک صحنه عادی 2 نفره لذت ببره. در انتخاب نقش دختر انگار یک سادگی توی چهره دختر میبینیم. فیلمساز نیومده خنده با شیطنت یا یک آدم پخته بذاره. نه، این هم فریب خورده. در واقع فیلمساز سعی میکنه بی‌طرف بمونه.
اینجا حامد با همکارش رو راست نیست و چیزی رو مخفی میکنه. بنابراین کارگردان هم اونها رو تکشات میگیره. طول کشید. خیلی سوال میکرد. خطرناک بود. نگران شدم. عجب. اولین باری که مخاطب با شخصیت مواجه میشه خیلی مهمه. مخاطب تصمیم رو تو نگاه اول میگیره. افتتاحیه قهرمان خوبه چیزی خاص باشه. اینجا ایده ورود کمال به صحنه چند ویژگی داره. اول اینکه این ورود شخصیت کمال رو میشه امداد غیبی دونست، یعنی کسی که از آسمان میرسه به لحاظ استعاره‌ای به نوعی امداد غیبی است. امداد غیبی در شکسپیر در پایان نمایشنامه به کمک قهرمان میاد، اما اینجا از وسط داستان داریمش و این تازگی داره. دوم، کمال با هلیکوپتر و فرم نظامی میاد، پس آدم جنگه. مقایسه کنید با ورود صادق که شخصیت حفاظتیه که از یک گوشه بدون دادن اطلاعات وارد صحنه میشه تا برای مخاطب مرموز بمونه. مرد حسابی، من 20 بار برای شما پیغام گذاشتم شما که زنگی بزنید. حتما وسط این همه گرفتاری من باید باشم بیام اینجا دنبال شما. رحیم جان جنگه ها، نمیتونم ول کنم اینجا رو که قربون کنم. اونجا هم جنگه. تو انگار خبرا رو دنبال نمی‌کنی. میدونی تو شهرها چه خبره؟ ورود هر شخصیت به فیلم بک استوری میده که داستان این آدم چی هست. این سکانس به نوعی جذابیت تصویری داره. اینکه کاراکتر زمخت رو بری با التماس بیاری. کمال بالا نشسته، رحیم پایین ایستاده. اینجا میزانسن بازیگرها با دیالوگ‌ها هم راستاست. کمال هیچی از شما نمونه اونجا. منم نمیتونم دست تنها. به بازیگرا اکت یا وسایل بازی بدید تا هم راحت‌تر بازی کنن، هم بازی بهتری داشته باشن، مثل تخم شکستن کمال یا پوشه و پوتی که همیشه زیر بغل رحیم هست. اینجا یک نمای مدیوم شات از شخصیت حامد داریم. اینکه شخصیت ما در گوشه مسجد و در تنهایی نشسته درگیری ذهنی حامد رو تاکید و نمایشی میکنه. حامد در تنهایی داره فکر میکنه. اون درگیر رابطه است. دوستان، ما باید به شخصیت اصلی داستانمون هم بعد بدیم و هم بعدهاش رو نمایش بدیم و برای نمایش بعدها باید شخصیت رو در تنهایی، در جامعه، در جمع دوستان و با دیگران نمایش بدیم. یکی از راه‌های تبدیل شدن تیپ به شخصیت اضافه کردن تناقضات. مثلا اگر ما راجع نظامی ها صحبت می‌کنیم، شمایل مشترکی از نظم، مقررات و ورزیده بودن به ذهنمون میاد. حالا اگر تناقضی مثل عاشق پیشگی رو اون اضافه کنیم، این تناقض باعث ساخت شخصیت میشه، چون دیگه نمیتونیم پیش بینیش کنیم. حامد هم اطلاعاتی هم عاشق پیشه است. اگر فقط ایدئولوژیش پررنگ بود یا فقط عاشق پیشه بود، میتونستیم پیش بینیش کنیم. بنابراین بیننده تمایلی برای دیدن فیلم نداشت. ما در جایی به شخصیت و در جایی به تیپ نیاز داریم. مثلا رحیم به تیپ نزدیک‌تره چون تناقض کمتری داره. شما میشه بریم طبق اول، من میام. خودم برم؟ کسی رو نمیشناسم. برو، ما میایم الان. صادق اومده؟ صادقم قرار بیاد. پس برم پیش کی الان من؟ برو، بچه‌ها هستن، خودتو معرفی کن، من میام الان. خب چی شده؟ طرف آشنا بود، از بچهای دانشگاه بود، یعنی هم کلاسی بودیم ما. عجب. شخصیت کجا شکل میگیره؟ من چیکارم؟ خب وقتی غیر قابل پیش بینی باشه. حامد از دختری که منافق دفاع میکنه. از اینجا حامد غیر قابل پیش بینی شده. اسمش چی بود؟ سهیلا، یعنی اسم اصلیش فریده است. یعنی دختر بوده. چرا قطره چکونی اطلاعات میدی؟ علاقه بینتون بوده؟ دختر خوبی بود، مذهبی بود. خواستگاری رفته بودی؟ دانشگاه انقلاب فرهنگی شد، دانشگاه تعطیل شد، من دیگه خانواده چی خبر داشتن؟ حالا سر از کارش در میارم. یعنی چی؟ باز قرار ببینیش این که خلاف قواعد سازمانه کی؟ شخصیت کجا شکل میگیره وقتی غیر قابل پیش بینی باشه؟ رحیم نکنه مسئله دار شده، نکنه بند رو به آب بده، ایجاد شک و شبهه میکنه. میخوای قطع کنی نری؟ نه یعنی دستگیرش کنی؟ چیه دلت نمیاد؟ شاید اینجوری برای خودش هم بهتر باشه، نمیدونم. خب حالا فعلا که قرار دوم گذاشتی، کارش نمیشه کرد. کاش میتونستیم کمکش کنیم. چی کارش کنیم مثلا؟ نه هیچی، نمیدونم. همینجوری گفتم، نمیدونم. حامد خیلی مواظب باشه. از اینجا شخصیت حامد برای بیننده غیر قابل پیش بینیه. بنابراین در کل فیلم تعلیق ایجاد میشه. به میزانسن رحیم دقت کنید.
دلخوری رو با زبان بدن و رها کردن حامد نشون میده. که اون شب تو ساختمان حزب بودن ولی تو لیست شهدا و مجروحین نبودن. 11 تاشون جواب دادن و سالم. همه دیالوگ ها برای برد دادن به شخصیت ها نوشته نشده. مثلا اینجا دیالوگ های حامد حضور شخصیت رو پررنگ میکنه. محمد رضا کلاهی مسئول برگزاری مراسم های حزب. الگوی این فیلم رو قهرمان گروهی یا مأموریت گروهی هم میتونیم بگیم. در مأموریت گروهی رئیس گروه میره آدم های مهم رو برای کار مهم جمع میکنه. اسم بازیگرها جزئی از شخصیت پردازیه. کمال و هدفش برای آزادسازی قله ها، رحیم که ملایم و دلرحمه تا جایی که به اشتباه یک مهره نفوذی رو آزاد میکنه. صادق در طول درام راستگوییش اثبات میشه. ورود صادق رو ببینید. حتی مشخص نیست بیش از این داستان کجا بوده و هیچ اطلاعات بیشتری از اون نداریم. همین ایجاز شخصیت اون رو مرموز و جذاب‌تر میکنه. تشریف بیارید در خدمتتون باشیم. ما علاوه بر پیش بردن داستان باید شخصیت‌ها رو برای مخاطب معرفی کنیم. آقا صادق از دوستای قدیمی منه. برای تقویت تیم تعقیب و مراقبت تشریف آوردن در خدمتشون باشیم. آقا کمال هم که از امروز مسئول عملیات هستن. حامد جون شما با آقا صادق از این بعد همکاری میکنیم. عباس آقام که مسئول شنود هستن و خودت چیکار میکنی رحیم جان؟ ما دعا به جون شما. راستش رو بخواید من خیلی نگرانم. هیچی دستمون نیست. اینا هم همینجور کور دارن مردم رو ترور میکنن. بتمن آنتاگونیست یا منفی داستان هر چقدر مخوفتر و قویتر طراحی بشه، مخاطب فیلم رو بیشتر دوست داره، چون قهرمان چالشش بزرگتره. آقای رجایی خیلی ایشون به هر حال تو این چند ماه تو اداره تو ماجرای نیمروز چالش قهرمان به قدری بزرگه که حتی کشمیری و عباس که نفوذی هستن فرار میکنن. در عین حال همدلی و همزادپنداری بیننده با گروه بیشتر میشه، چون موانع و بدمنهای داستان خیلی خشن و دشوار طراحی شدن. تو خیلی فیلم ها آدم های بد به سزای اعمالشون میرسن، اما اینجا کشمیری با همه جنایتش فرار میکنه. این کلیشه شکنی هنر بزرگ فیلمه. خدا بخیر. از اکستریم لانگ شات ها که برای معرفی مکانه تا بسته ترین نماها یعنی اکستریم کلوزآپ، هر کدوم کاربرد خودشونو دارن. مثلا اوورشولدر در اینجا برای همراهی و نزدیک شدن شخصیت ها استفاده میشه. اینجا وسیله جدا کننده ای هم برای اعمال حس انتخاب شده. در واقع این اجسام فاصله ایجاد میکنن. نباید قبول میکردم با تو بیام چون اینجایی. جدا شده. همکلاسی دانشگاهیم، قرارمدار ازدواج میذاریم. میگیم همکلاسی دانشگاهیم، داریم قرارمدار ازدواج میذاریم. با همن یه گزارش کامل از وسطاقت نوشتم. نتونستم برات خونه امن گیر بیارم. از همدلی میاد، بنابراین روی اوور داریمشون. خیلی از نیروهامون از دست دادیم. نگران نباش، خونه پسرخالم سفیده، مشکلی ندارم. به هر حال ریسک بزرگی کردیم. میگم تو فکر میکردی تشییع جنازه بهشتی این همه آدم جمع بشه؟ فکر میکردی تشییع جنازه؟ حرف جدا کننده و باز ما خط جدا کننده را داریم. هرچند در انتخاب‌های تدوینگر بازی غالب و اکت و ریاکشن هم مهمه و حتما لازم نیست این خطوط در همه جا رعایت بشه. اینجا تقابل ایدئولوژی و عشق رو داریم. فکر کنم یه مدت بذارم برم از ایران. برای چی؟ کجا بری؟ نمیدونم، مثلا برم یه جایی که نه این وری باشه نه اون وری، یه جای آروم. یک لحظه حس عوض میشه و ایدئولوژی بر عشق غلبه میکنه. دوستان سکوت و مکث ها هم خیلی ماهرانه از صحنه‌ای که میخواید بنویسید باید به سکوتاش فکر کنید. این زبان بدن، مکث و سکوت های بین دو نفر کشف داره و برای مخاطب جذابه. دوستان صحنه‌های عاشقانه فیلم رو نرفته از الگوی فیلم‌های عاشقانه استفاده کنه، دختر و پسر زیبا بذاره. حتی بازیگر خوش چهره‌ای داشته اما زیبایی و قدرت چهره بازیگر رو ازش گرفته، چون فیلم در شانه رئالیسمه و به یک باره متوهم نشده، چون میخواسته لحنش مستند بمونه و این از جسارت و توانایی و ریسک پذیری میاد
چون چاقوی دولبه است، یعنی ممکن بود فیلم به ورطه بی‌اعتباری بخوره و ریشه نگیره. اما فیلم می‌خواسته در قصه بازیگر، تصویر و بقیه اجزا واقعی بمونه و مخاطب رو ببره سمت رئالیسم. برای همین جلوه‌گری‌هاش رو کم کرده و تغییر لحن نداده. چیزی که همیشه تو فیلم‌ها باید رعایت بشه اینه که هیچ بخش از فیلمتون رو به سایر اجزاش به اشتباه برجسته نکنید. هیچ بخش از فیلم رو نباید به سایر اجزاش به اشتباه برجسته کنیم. یعنی بیننده نیاد بگه آره این تصویربردارش کی بوده، نورپرداز کیه، حتی بازیگرش این کی بوده. اینها رو بیننده نباید ببینه. بیننده باید جذب و محو داستان شده باشه. یک دلیل دیگه که قدرت چهره بازیگر رو گرفته اینه که چهره زیبا از بازیگر باعث همدلی مخاطب میشه و داستان نمیخواست با این شخصیت همدلی کنیم. اینجا هم نیومدن حامد تعلیق ایجاد میکنه. تحلیل درستی هم از اوضاع نداریم، حداقل برای ما که الان توش هستیم فهمیدن. به اکسسوار و طراحی صحنه و لباس دقت کنید. قرآن، پرچم، لباس و حتی صدای اذان. ما این وضعیت امروزمون رو راحت به دست نیاوردیم که اینطوری. همه اینها ریاکار بودن شخصیت رو میرسونه. جای حق نشسته. تعادل و اندازه نگه داشتن از مهمترین ویژگی این فیلمه. ما اینجا مکس 3 ثانیه‌ای روی شخصیت صادق داریم. اگر زیاد روی صادق میموندیم کشمیری در این لحظه لو میرفت. اما اگر ریاکشن کم بود بیننده صحنه رو فراموش میکرد. بیننده وقتی بعدها به خیانت کشمیری پی میبره متوجه میشه از ریاکشن صادق سرسرکی گذشته. این از باهوشی بازیگر و کارگردانیه که اون رو رصد کرده تا همه چیز در یک هارمونی و یک همترازی پیش بره. سلام آجی. آجی 1 کیلو زولبیا بامیه. جان؟ 1 کیلو زولبیا بامیه. چشم اینجا کاشتی هست برای ترورهای منافقین که جلوتر در فیلم می‌بینید. آجی سوژه تروری ها. من؟ آره. واسه چی بخرن این عکس‌ها؟ برای این ریشه باحاله. با پیرمرد داخل مغازه شوخی میکنه. پس اهل شوخی کردنه. این یک بعد از کماله. تو جای دیگه هم می‌بینید. کمال و علاقش به تخم شکستن باعث میشه از شخصیت کلیشه‌ای و خشن در بیاد. اینکه بچه‌ها رو دوست داره بعد دیگه‌ای از کماله. قاطعیت در کار و مهارت بعد دیگه‌شه که این بعدهای شخصیتی رو مخاطب دوست داره. آره وای سلام. آره حاجی یه سالی هست گرفتار شدم. بشین بودو بشین. حامد اینجا چیزی رو مخفی نمی‌کنه، پس تو یک قاب می‌بینیمشون. اما قرار قبل با همکارش صادق نبود و کارگردان اونها رو تک شات ضبط کرد. حالا میریم سر قرار زاپاس، احتمالاً اونجا پیداش میشه. نه بابا نمیاد. از کجا انقدر مطمئنی؟ من که میشناسمش. دوستان توی هر سکانس باید به این فکر کنیم که فوکوس ما باید کجا باشه. الان توی این عملیات مسئله حامد رو داریم و برای اینکه به شخصیت فرعی فریده نزدیک نشیم نیازی نداریم تو خونه شخصیت فرعی بریم. وقتی حرف از کلیشه شکنی میشه یعنی همین دیالوگ. درونش چی گفتی به دختره؟ من چیزی نگفتم، خودش باهوش بوده فهمیده. بلدی مفروضی باشی نه بلدی با دخترها حرف هم بافت کمدی داره و هم بعد دیگه ای از کماله. سلام. ما از بازیگرهای فرعی یا هنرور استفاده می‌کنیم تا به صحنه حس زنده بودن و واقعی بودن رو بدیم، اما اینجا یه قدم جلوتر میان. سلام میکنن، رد میشن تا صحنه‌ها واقعی‌تر و جذاب‌تر بشن. سلام علیکم. تیراندازی بلدی؟ بله، هم آموزش اسلحه دیدم، هم تخریب. امتیاز تیراندازی هم خیلی بالاست. یعنی گفتی؟ مثلا به عشق کار عملیاتی اومدم تو سپاه. حامد به رحیم گفتی؟ نه من بگم قبول نمی‌کنه. میشه شما بهش بگی؟ باهاشون رفیق شدی دیگه. خب اینا رو بیشتر از ما می‌بینی. اطلاعات خوبی هم ازشون گرفت. آره اطلاعات خوبی گرفتم.
ولی این ترورایی که رفیقاشون بیرون دارن انجام میدن خیلی مهمتر از حرفای من. اینجا به یک تواب نیاز داریم، پس کاش در فیلمنامه و طاهره رو داریم. خیلیشون حاضرن هر جور همکاری بکنه. خب پس یه چند تا از این توابا که آدمای بیشتری رو میشناسن بفرست برای صادق برای گشتنی. یه چند نفری هستن. طاهره خیلی خوبه، کاملا آماده است واسه همکاری. کجاست اینجاست؟ یک نکته در انتخاب و طراحی کاراکتر چشم هاست. چشم مهمترین قسمت احساس و نماینده روح و جسمه. آدم ها وقتی چیزی رو پنهان میکنن یا دروغ میگن به طور ناخودآگاه رابطه چشمی رو قطع میکنن، اما وقتی راست میگن تو چشمای طرف مقابل نگاه میکنن. حالا اگر در تمام رخ چشمای شخصیت دیده میشه میتونه حسی از صداقت و راستگویی بده. حامد رو تو تنهایی میبینیم. خوبه که مخاطب نفسی تازه کنه، بنابراین شوخی کمال رو داریم. جا بهتر از این نبود دادستانی بده به ما. حالتش فرنگی، قبلش معلوم نیست. مشکل توالت نداشتی؟ کمال دیگه یه وقت نیروهاتون بی هوا نزنن همه رو بکشن. حرفایی میزنی. فیلم خوب یه جا مضمون رو میاره تو دیالوگ شخصیت. بچه هم از این حرفا میخوای بزنیم برو پیش صادق. من حوصله این بچه بازی رو ندارم. نه منظورم این نبود دیگه، همینه دیگه. و بعد جوابش رو میده. مضمون اینجاست. یارو سیانور تو دهنش، اصله تو دستش. نکشی کشتنت به همین راحتی. تو جان با یک ضد مضمون شروع کرد با حامدی که انگار با مناسبات آشنا نیست و بعد جوابش رو میده. اینا چیه؟ رنجبر یه جون برو. من سعدی مدام لایقشته بودم و میرفتم باقشتا یادمون تزور جونم تزور الان نه یخ بدم شما تاپ کتشونم بابا موندار من الان بوده. قراره گشت زنی کنن. تمیز کردن عینک صادق از شفاف شدنه. میخوام بهتر ببینم. فرض کنید اگر به جای این کار جلیقه تنش میکرد، ترسو بودن یا جون دوست بودن صادق تداعی میشد. بازیگری که جلوی در ماشین ایستاده میتونست تو ماشین نشسته باشه، اما ما باید به بازیگرها تو صحنه اکت بدیم. با همین کنش کوچیک صحنه ریتم و پویایی پیدا میکنه. تو سهمدهی شخصیت‌ها طاهره مهمتره، پس راننده میشینه و قاب به بازیگر اصلی تبدیل میشه. هر میزانسنیم زیر متن خودش رو میسازه. مثلا اینجا مسعود میتونست نباشه یا از دور بگه طاهره رو ببرید، یا طاهره با دستبند و محافظ باشه، اما این میزانسن ها زیر متن دیگه ای رو میساخت. یا حتی با سیاه کردن میله های پشتی یا انتخاب فیلترهایی که حس تاریکی و غروب بدن صحنه گزنده میشد. اما با پرچم و درخت بدون شعاری شدن ما با گروه همراه و همدل میشیم. نما رو از جایی شروع میکنه که یک امنیتی داره موتوری رو نگاه میکنه و چون در ذهن ما مدل ترور دانشمندامون تداعی میشه، پس به نوعی استفاده دراماتیک از صحنه است. در گشتنی از موزیک استفاده شده تا صحنه رازآلود بشه، اما جالب قطع شدن موزیکه که باعث میشه تعلیق مضاعف بشه. این زن رو میشناسن؟ کدوم؟ همین که مانتو قهوه تنشه بچه باشه، عضو تشکیلات. واسه. با قطع شدن موزیک ما احساس تغییر میکنیم. پس این دیالوگ مهمه. عبدی از اینجا دیالوگ ها تعلیق دارن و صحنه رو جلو میبرن. اگر تو صحنه بعد میریختن، تو خونه میزدن، قدرت سکانس آخر فیلم کم میشد. چون تکراری بود. این صحنه مسئله صادقه، نباید خونه خالی باشه. بنابراین تاکید صحنه روی صادقه و بقیه پر کنندن. خالیش کردن که صادق در رفته. در عملیات قبلی و خالی بودن خونه مسئله حامد بود. پس ما جای حامد بودیم. کارگردانی یعنی دیتیل، یعنی توجه به جزئیات. تو این فیلم از کلی ترین مباحث تا جزئی ترین، یعنی صدای گیر کردن پنکیک در شستی ها و قبل از اون یادشونه، بهش دقت شده تا فیلم واقعی باشه. اینجا شک طاهره رو برای همکاری داریم. مسعود باهاش صحبت و آرومش میکنه. اینکه مسعود شرایط دیدار طاهره با خانواده‌اش رو فراهم میکنه یا حتی آب دادن به این گلدان، حس دلرحمی و لطافت رو از طرف مسعود میرسونه
که در تضاد با ایدئولوژی و جنگ کورکورانه منافقینه. حتی ایستایی طاهره که رو به ماست در سمپاتی ما فرق میکنه. یکی از دوستانم میگفت تو سینما فیلم که به اینجا رسید نصف سالن پرید هوا. خب نشون دادن سحری هم موقعیت زمانیه و هم اکتی برای بازیگرها. وقتی بازیگرها مجبور باشن اکتی رو انجام بدن و بیکار نباشن، پوششی میشه تا بازی اونها جذابتر و راحت‌تر باشه. اینجا صادق درباره طاهره سوال میکنه. در واقع این سوال بیننده است. این ماجرای توابه طاهره چی بود؟ اینجا فیلمساز داستانه که طاهره رو با یک خبر فید میکنه تا پرونده شخصیت فرعی بسته بشه. طاهره میدونسته رعایت حال خواهری رو کرده، لوش نداده. زمان و مکان یکی از اجزای مهم صحنه است. روزه یا شبه، غروبه یا طلوعه. اینجا کارگردان چه انتخاب‌هایی میتونست داشته باشه؟ اگر سلف سرویس بود چطور میشد؟ یا یک صبحانه کاری؟ اما چیزی که جدید و فوق‌العاده است دراماتیزه کردن ماه رمضونه. رحیم بیا دیگه بابا، یخ کرد. نشان دادن شخصیت‌ها در نیمه شب رمضان، ناخودآگاه گرسنگی، فشار کاری، پیش خانواده نبودن رو به بیننده منتقل میکنه و باعث همراهی و همدلی بیننده با شخصیت‌ها میشه. رجوی و بنی صد از چنگمون در رفتن پاریس. به سر و نگاه رحیم دقت کنید. سرش پایینه و به چشم کسی نگاه نمیکنه و پسی که قراره صحبت کنیم درباره تأثیر زاویه دوربین نسبت به زاویه سر و چشم کاراکتره. شما وقتی خبر خوبی دارید تو چشم افراد نگاه میکنید، اما خبر بد و دیدن ریاکشن غم رو دوست ندارید. برج مراقبت باشون هماهنگ، هر غلطی دلشون میخواد میکنن. اما زاویه سر و چشم‌های صادق متفاوته و حس شک به اشخاص و محیط و مرموزی رو میرسونه. یعنی هنوز موسا و بقیه کادرشون تو ایران. بازیگر حرفه‌ای میدونه چیکار کنه، اما اگر بازیگر شما حرفه‌ای نیست یا شناخت کاملی نسبت به دوربین نداشت یا به هر دلیل نتیجه بازی چیزی که می‌خواستید نمیشد، تغییر زاویه سر و چشم رو نسبت به دوربین امتحان کنید. برای مثال من از بازیگرم خواستم بدون حس فقط زاویه سر و چشماش رو نسبت به دوربین تغییر بده. مشاهده می‌کنید که فقط با تغییر جای پارتنر، سر و چشم، حس‌های متفاوتی به بیننده منتقل میشه. اینها میتونه یک ابزار تکنیکال باشه. در اینجا شخصیت‌ها شکل گرفته. حامد عاشق و حساس و ساده، رحیم مدیر و آرام، یکی هیجانی و معتقد به حمله، صادق جستجوگر مشکوک به همه. حالا دوربین ملتهب از روبروی شخصیت‌ها تصویر میگیره و حس قضاوت و تعلیق شدیدی رو به بیننده منتقل میکنه. در مواجهه با خبر صادق هر شخصیتی از جنس خودش صحبت و رفتار میکنه. اینجا که سانتراله، همه نیرو اینجا کار میکنه. بله، منم برای همین از بچهای مخابرات خواهش کردم گوشی اتاق شنود دستکاری کنن. اینم گزارش اوناست. میگم هی ما داریم رمزی حرف میزنیم، میریم میبینیم خونه خالیه. نگو خبر داشتم. اصلا شاید یکی دیگه نشسته بوده پای دستگاه. من بازم میگم ازش بازجویی نمیکنم. رو من حساب نکنید. بازجویی چیه؟ من خودم باش حرف میزنم. آقا اگه کار عباس نباشه خیلی زشته ها. زوم آخر و تاکید بر رحیم. قرار سرپرست گروه تصمیم بگیره و اون تحت فشاره. اینجا هم خطوط رو داریم. کارگردان میخواد جدایی بین شخصیت‌ها و تحت فشار بودن رو به مخاطب القا کنه. اگر بخوایم گریزی به نورپردازی فیلم داشته باشیم، چون فضای فیلم مستنده، در اکثر فیلم نورها رئال و نزدیک به واقعیتن، مثل نوری که هر روز در زندگی روزمره میبینیم. اما در اینجا نورپردازی ساید رو داریم که نیمی از صورت سوژه روشن و نیمه دیگه اون نور کمی داره. مقایسه کنید با اول فیلم
که صورت شخصیت رو روشن با ظاهری ارزشی و غلط انداز می‌دیدیم. اما اینجا این آدم نیمه تاریکی داره و واقعیت روشن نیست. چون فضای فیلم مستنده، سبکی که انتخاب شده رئالیستیه. نورپردازی‌های زیادی داریم که چند نمونش رو براتون ضبط کردم. دوستان این نورپردازی هم مدل بازجوییه. تو خیلی فیلم‌ها هم دیدیم اما مناسب لحن این فیلم نیست. فیلمساز میتونست فضاش رو دارک کنه و از این نورپردازی استفاده کنه، اما همه چیز باید در یک هارمونی و همترازی پیش بره. بنابراین هر فیلم و صحنه بسته به ژانر و اتمسفر و فضاسازی که داره نورپردازی مخصوص خودش رو میخواد. نورپردازی‌های زیادی داریم: رویاگونه، فانتزی، تاریخی یا این بکلایت، نوری که از پشت به سوژه تابیده. شاید فکر کنید این نور رو در فیلم نداشتیم. شما چون تمرکزی نداشتید متوجه نشدید. مثلا اینجا که کمال دختر بچه رو بغل کرده، این نورپردازی رو میبینیم. با یک فرم از نورپردازی فیلم میشه فهمید این فیلم یک آماتوره یا کار یک حرفه‌ای. تازه کارا فکر میکنن ما که نور خاصی تو فیلم ندیدیم، بنابراین ما هم بریم کار بدون نورپردازی ضبط کنیم. خب ادامه بدیم. به رحیم بگو همونجوری که میره همه جلسه ها رو اینم بره خودش بگی. بگو کمال گفت اگه تونست منو ببره. پاشو بریم بابا. برو کنار. زردان سرچ کرد. سکانس بعدی 2 تا غافلگیری داره. غافلگیری اول میبینیم که کمال رو مجبور کردن که بره صحبت کنه و دوم این که فکر میکنیم تو صحنه ایم اما متوجه میشیم در حال تمرینه. در واقع غافلگیری میزانسن داریم. شما میخواین راست بگین دیگه، نمیخواین دروغ بگین که انقدر تمرین میکنین. باید رحیم اینجا باشه، نه من. چی بگم آخرش؟ برادر حاج آقا منتظر شماست، بفرمایید. من نمیدونم برین شما. راه پله از لوکیشن هایی که خاصیت دراماتیک داره و خیلی فیلمسازها به روش های مختلف ازش استفاده میکنن. شخصیت کجای داستانه و قراره چه حسی به بیننده منتقل بشه. برای مثال آیا شخصیت صعود میکنه و بالا میره یا میایسته یا سقوط میکنه. هرچند مهم تدوینگر درک کاملی از این مطالب داشته باشه. نکته مهم درباره تدوین، چون کارگردان ممکنه به نماهاش وابسته باشه و اونهایی که دوستشون داره رو انتخاب کنه، خوبه که خودش کارشو تدوین نکنه. آقا چه گریه هایی، عزتی رو بردم مشتی گریه کنه. پشت صحنه چقدر کف زدیم برای این نما، پس از این نما بیشتر میذارم. اما تدوینگر پشت صحنه نبوده و به نماها وابستگی نداره و خروجی فیلمه که براش اهمیت داره. نکته دیگه این که شما چون تو لوکیشن بودید از موقعیت درک کامل دارید و تصور میکنید مخاطب هم این اطلاعات رو داره. اما تدوینگر خارج از لوکیشن بوده، بنابراین نماها رو طوری میچینه که مخاطب موقعیت ها رو بهتر درک کنه. چی کار باید میکردیم که نکردیم؟ خدا شاید هر کاری از دستمون برآمده کردیم. هر چیزی رو باید پیش بینی میکردیم ولی نشد. نمیدونم این چه گرفتاری به جون ما افتاده. اونا از ما جلوتر. مردم هم دیگه صداشون در اومده، اعتمادشون به ما از دست دادن. قلب درام رو در واقع مخالفت و تخاصم میسازه. نیروهایی که مقابل شخصیت‌ها قرار میگیرن هرچه نیرومندتر و پیچیده‌تر باشن، شخصیت‌های داستان به شکل کاملتری شکل میگیرن. داستان‌هایی که ضعیفن علت ضعفشون نیروهای مخالفن. تو درام آنتاگونیست یا حریف باید تا جبهه نهایی و تا اوج داستان قوی‌تر از پروتاگونیست یا شخصیت اصلی باشه. بین حادثه محرک و نقطه اوج داستان موانع دشوارتر میشن و این باعث کشمکش و تعلیق زیاد میشه و همدلی مخاطب رو با شخصیت‌ها بیشتر میکنه. سر رو دادن که تنها چیزی باقی مونده از مسئول کشمیر، اما من
دوستان میتونست اینجا پای جنازه باشن و استخون‌ها رو ببینن، اما به چند دلیل کارگردان این کارو نمیکنه. اول اینکه یه بار جلوتر سکانس داخل سردخانه جای برادر مسعود رو داریم، بنابراین تازگی اون اینجا از بین میرفت، پس از تجسم مخاطب استفاده میکنه. دلیل دیگه‌ش اینه که ما قراره با مسعود همزاد پنداری کنیم، برای همین اونجا داخل سردخونه میریم، اما کارگردان نمیخواد با کشمیری سمپاتی ایجاد بشه. و نکته دیگه این که اسیدفیلد تو کتاب چگونه فیلمنامه بنویسیم میگه بعد از چند سکانس داخلی سکانس خارجی بذارید تا برای مخاطب تنفس ایجاد بشه. سویچش همیشه همونجا آویزون بود، دیدیم نیست. رفتیم دنبال ماشینش، دیدیم اونم جای همیشگیش نیست. همونجا شک کردیم که احتمالاً انفجار کار خودشه. اول تشنگی ایجاد میکنه، بعد جواب میده. مسئله به این مهمی رو شما الان به ما میگید؟ مطمئن نبودیم، یعنی اصلا باورمون نمیشد. آقا خدا رحم کرد. چند وقت پیش از طرف نخست وزیری با مرحوم شهید رجایی رفته بودیم جوانان دیدن امام، کشمیری هم بود، کیفش هم آورده بود. هرچی اصرارش کردن نذاشت کیفشو بگردونه. سوال مطرح میکنه، جواب میده، سوال جواب، سوال جواب. دیالوگ از ابزاریه که اینجا ریتم خوبی ایجاد میکنه. خیلی بهمون رحم کرد. اقلا براش تشریف جنازه نمیگرفتیم. از دستمون خارج شده بود. یعنی تا اومدیم به خودمون بجنبیم اسمش رفت بین شهدا. ختمش برای چی رفتیم؟ چی گفتیم؟ فعلا عادی رفتار کنیم تا بالاخره به تصمیم برسیم. البته به نظر من بدم نشده. اگر از کشور خارج نشده باشه، اگر خبر شهادتش رو شنیده باشه و فکر میکنه که ما نمیدونیم، فکر میکنم از شتاب فرارش کم بکنه. حالا من عکسش رو نشون میدم شما ببینید. برای همین اومدی تو تیم عملیات؟ نه فقط آره دیگه. به مدل راه رفتن و میزانسن صادق که حفاظتی هست دقت کنید. پشت سر راه میره تا حس مخفی و مرموز بودن بده. حالا به نحوه صاف راه رفتنها و ایستادنهای کمال دقت کنید. اینها همگی جزئی از شخصیت پردازی هستند. اینها ظرفیت هایی که یک اثر سینمایی رو برجسته میکنه. ببینید اینجا سری نرفت دختر بچه رو مستقیم نداره. یک کارتونی انداخته شده، بچه یکی گم شده، رفت کنجکاوانه پشت کارتون و کودک رو بغل کرد. هم یه خانواده رو بدبخت کردی هم خودت. حالا هم نزدی. شروع رو ما با به سمت دوربین اومدن شخصیت همراه با خارج کردن انگشترش داریم. وقتی صحبت از کلیشه شکنی میکنیم یعنی کمال مثل هزار تا فیلم دیگه آستین بالا نمیزنه. مخاطب بازجویی رو از کمال به خاطر این دیالوگ قبول میکنه و بهش حق میده، چون کمال طرف احساساته. اونه یه دختر بچه 5 ساله هست میفهمی. یا امشب حرف میزنه یا به خدا عین سگ همونجا میکشن. شروع صحنه شخصیت به سمت دوربین اومد و پایان صحنه رو با دور شدن شخصیت از دوربین تموم میکنیم. این میزانسن ها حس بهتری از شروع و پایان صحنه میده. دیر وارد شوید و زود خارج شوید. بنابراین سکانس رو با لولا شدن و نمایش یک اسلحه شروع میکنه تا مخاطب توجه بشه بازجویی با موفقیت تمام شده و کمال داره میره سر عملیات. مسعود به من زنگ زد. بذار کارشو بکنه. کاری به کارش ندارم آقا. من منافقه رو خودم گرفتم، خودم بازجویی کردم، خودم میخوام رو آدرسی که گرفتم ازش عمل کنم. کاری به کاری کسی ندارم. مثل دشمنت عمل نکن. صبور. به روند مثبت و منفی شدن شخصیت دقت کنید. اینجا کمال عصبانیه، اما بعد از عملیات موفق در سکانس بعدی آروم میشه و باز جلوتر بعد از ترورها عصبانیه. منطق خودش رو داره. گوش کن ببین دارم حرف میزنم. گوش. اگر شخصیت محوری رو گروه و دشمن یا حریف رو منافقین در نظر بگیریم، شخصیت مدام به موفقیت میرسه و باز شکست میخوره. موفقیت شکست، موفقیت شکست و این فیلم رو دارای ریتم کرده.
اگر در جایی 2 موفقیت یا شکست پشت هم قرار بگیرن، باید دقت کنید دومی بزرگتر از قبلی باشه تا مخاطب احساس نکنه داستان راکت شده. حامد اینو بگیرش. بذار ببینه. حامد شخصیت درونگرا داره ولی کمال برونگراست. ببینم این بی‌شرفات و پوشش کمیته دارن مردم کشمکش فردی و فرافردی. چیزی که مهمه اینه که تو صحنه‌هاتون کشمکش بذارید. گشتنمون کمه، نیرو نداری. شد حرف کیه؟ بریم بلنش بریم. مسعود زنگ زد از بازداشتگاه گفت بیاید اینجا. بلنش بریم. شما کجا؟ بفهم بشین. بس دیگه بس. اخبار بس. پاشو بریم گشتن. پاشو. ساده. بله. راجع به زنگ زدم. این قضیه نخست وزیری مشکوکه، نمیتونه کاری یه نفر باشه این ماجرا. یعنی چی؟ یعنی کشمیر هم دست داشته؟ نمیدونم، یکی بفرست ببین چی میگی. ببینیم آره یه کاش. خب نه اول ببین. تو شروع یادتون هست سیگار تعارف کردن مسعود رو داشتیم، یعنی سر دوستی رو با سیگار باز کرد تا بعداً اینجا ازش استفاده کنیم. به اصطلاح چپق طرف رو دودی کرده. متهم هم یک جورایی اینجا میگه رشوت رو قبول کردم، جلوتر هم رجوع میکنیم. سیگار کارکرد داره، اما آماتورها که نمیتونن صحنه رو پر کنن، اعصاب شخصیت خورده، پس سیگار میذاره، بعد هم میگه دود تو نور چقدر قشنگه. میزانسن نشستن ها هم متفاوته. صادق جدا میشینه، انگار خودی ها رو هم داره نگاه میکنه. کسی که تو سایه است و کمتر دیده میشه. به مدل نشستن متهم دقت کنید. اینها مهارت کارگردانی، یعنی توجه به جزئیات. مثلا تیم حفاظتی موسی قرار شد برن برای مسعود، برای موسی هم تیم جدید بزنن. خودشه. کدوم اون؟ همین این دیگه. آره همین سر نبشه. اون وقت این خونه از شریعتی هم راه داره؟ نه فقط از پاسداران راه داره. فیلمساز اگر علاوه بر علم و تجربه، تحقیق میدانی و پژوهش داشته باشه، تو ناخودآگاهش درست میچینه، پس درست اجرا میکنه. بنابراین مهدویان که آموزنده خوبی تو سینما بوده و مستند مشابه رو قبلش کار کرده و ساخته، حالا از جزئی ترین مباحث مثل جاگذاری بیسیم تا کلی ترین مباحث مثل صحنه انفجار تو ذهنش شکل گرفته، بنابراین درست اجرا کرده و حالا فیلمی ساخته که با گذر زمان هم تازگی خودش رو از دست نمیده و ما بر اساس دیدن نما به نمای فیلم صحنه رو تحلیل و تجزیه کردیم، نه بر اساس صحبت یا مصاحبه های کارگردان. همینه. این؟ آره همین سفیده. در بردش همینه. لوکیشن 30 سال قبل رو نداریم. چه میزانسنی میتونه به ما بیشتری کمک رو بکنه؟ دوربین ما یکی از شخصیت‌های گروهه. تو این جشن‌زنی باید مخفی باشه و تصویر بگیره. بنابراین از محدودیت به درستی به نفع فیلم استفاده کرده. دوستان اینجا خونه آخره و به اصطلاح رسیدیم به قول آخر. تایپ‌ها هم مدام میان تا تعلیق و خطر و استرس بدن. تا قبل از این خونه ها رو در پایان عملیات میدیدیم، برای همین اینجا دیگه تکراری نیست. قول رو نشون ندادیم اما بیننده چیزهایی دیده. زمان کم کم جلو میره و کنجکاوی بیننده روی قول آخر رو داریم. اول فیلم کمال و صادق رفاقت داشتن و شوخی میکردن، اما الان که به سمت اوج میره التهاب ها بیشتر میشه. روند چالش شخصیت ها رو ببینید. شما بی خود داری با این هیبت اومدی وسط کار من. با پوشش دارم. این پوششه؟ نه این پوششه. فرنسا یا هر خطوطی که زاویه دار باشه ایجاد تنش و کشمکش میکنه که جلوتر هم داریم.
اینجا که میره داخل داره وسایل صبحانه رو میبره، جلوتر هم شام درست میکنن، با یک المان یک لایه اضافه کرد، 24 ساعته اونجا هستن. تصویر پویا و بافت زندگی گرفت. چشم جستجوگر حامد رو تو پیووی داریم و جلوتری که بهش پاسخ میدیم. میتونست اینجا همکارش نشسته باشه، اما این حامده که هم وظیفه داره و هم هدف شخصی، یعنی دنبال فریده است. بچه لاجوردی تو باغ فیس پیدا شد. بار اولی که دیدن صحنه ترسناک قدرتمنده، دفعه‌های بعدی نمیتونه اینقدر جدی باشه. بنابراین داستان که اوج میگیره، نمایش جنایت‌ها هم اوج میگیره و ترسناکتر میشه. از عکس‌های جنایت‌ها شروع شد، بعد دختر بچه‌ای که کشته میشه و بعد جنازه‌های مردم و حالا بالاتر از همه جنازه‌های سوخته. دوستان میتونست یک نمای اینسرت از جنازه ها داشته باشه، اما چرا این کارو نمیکنه؟ اگر شما همه فیلمتون رو پر از احساس کنید، پیرنگ اصلیتون کم رنگ میشه. یعنی فیلم نباید وارد فرعی ها بشه. پیرنگ اصلی و احساسی ما داستان حامده. داستان شما اگر تو فرعی ها بره، به اصلی نمیرسه. گفت لاس نزنی، الان به لاجوردی حق میدیم. لاجوردی فوق‌العاده اینجا نشسته. کات خوب داریم، قرینه شده تو شات ریورس از ترس به غم. به اکت رحیم دقت کنید، داره ذکر میگه. جزئیات زیادی رو تو بازی‌ها داشتیم، خاروندن گوش، گرفتن آب ابرو، اینها به صحنه بافت میده. دلیل دیگه که چرا دوربین مثلا با یک اینسرت روی جنازه ها تاکید نکرد، حفظ یک پارچگی و فرم دوربینه. یک نکته هم درباره تغییر فوکوس های فیلم. فوکوس جای صادقه، حالا با رحیم میاد جای مسعود. یعنی فوکوس با حرکت و جابجایی شخصیت ها در صحنه در حال تغییر تا بیننده متوجه تغییر فوکوس در صحنه نشه. حالا با مسعود میاد جای لاجوردی و حالا با لاجوردی میاد جای صادق. تغییرات زیاد فوکوس بدون اینکه مخاطب متوجه بشه. دو مدل گریه رو قراره مقایسه کنیم. گریه مسعود رو دقت کنید. آب دهان میاد، چشم ها جمع شده تا لحنش مستند بمونه. حالا مقایسه میکنیم. در اکثر مواقع گریه کردن با چشم باز قدرت بازیگر رو نشون میده، چون غم در چشم بازیگر دیده میشه. اما برای فضای این فیلم، چون لحنی رئالیستی داره، گریه مسعود درسته. حالا اینجا شب انتخاب شده. کسی که دوستش داره کنار یک غریبه است. زمستون، برف هم هست. لباسش سبز تیره است، لباس رزم پوشیده. عزم رزم کرده. فنسی هم دیده میشه. نور هم لوکیه. دید ما هم نمای نقطه نظر شخصیت اصلیه. آیا میتونست از این درام‌تر باشه؟ برای اینکه فیلمنامه شما تبدیل به فیلم خوب بشه، فقط تصویر و دوربین نیست که مهمه، باید به همه بخش‌ها و اجزای صحنه‌تون فکر کنید که باز هر بخش از عناصری مثل حس و بافت و لایه و تضاد و غیره تشکیل میشه. هویت دختره در تمام رخ مشخص شد. فهمید یا نه؟ تعلیق داریم. به فرو افتادن و نشستن حامد دقت کنید. بقیه فهمیدن یا نه؟ و دوباره تعلیق. آیا جلوتر میگه دوراهی عشق و وظیفه؟ اینها موانع رسیدن حامد به فریده است. ما 3 تا خونه داریم که میدونستیم خونه های مهمیه.
ولی چیزی که الان می‌دونیم اینه که موسی خیابانی قطعاً تصویرسازی با آدرس یعنی دقیق نفر دوم داره سازمان جغرافیا و میده. مسئول گروه‌های حالا هدف این عکسه. اینجاست که نمیدونیم تو کدوم یکی از این خونه‌هاست. هر سه تا خونه عادیساتشون عین هم دیگه است. بابا چرا به حرف من گوش نمی‌کنی؟ اینجا نقطه عطف ما خسرو جنگلی سرتیم موسی حفاظتی موسی خیابانی رو دیدیم رفت تو خونه زعفرانیه. ولی شناساییش که موسی تو زعفرانیه. حالا هدف اصلی چیه؟ جای رجبی و موسی خیابانی باید کشف بشه. هدف اصلی همینه. باید زود پیداش کنیم. چرا کارهای بعدی یک کارگردان مثل کار اولش نمیشه یا مثل کارهای قبلیش نمیشه؟ جواب خیلی ساده است. مثل اون فیلمنامه گیرش نیومده. گیر آوردن یک فیلمنامه خوب کار راحتی نیست، یا با بازیگری که داشته دیگه نتونسته توافق کنه، یا طراح صحنه‌اش سر پروژه بوده، یا از اون فضای فکری فاصله گرفته. بنابراین خیلی طبیعیه که یک کارگردان یک کارش خوب بشه ولی کارهای بعدیش مثل اون کار موفق نباشه. بعد از شهادت برادر مسعود تحول شخصیتی داره و با ریش و لباسی که تغییر کرده شبیه همکاراش شده. برای تحول در شخصیت یا باید شدت ضربه و یا زمان برای تغییر شخصیت لحاظ بشه. به روند تغییر شخصیت مسعود دقت کنید. حرف من اینه که اینا فرق دارن. چجوری بگم؟ به هر حال اینا تونستن یه عده‌ای رو متقاعد کنن که یه گروه مسلمونن. حالا مسعود تندتر از بقیه است. مگه چند وقت پیشا 10 تا خونه رو همزمان با هم نزدیم؟ اونا کمی بود، اینا کیفیه. به روند رشد در شخصیت حامد هم اگر دقت کنیم، حامد در ابتدای فیلم بین همکاراش و حتی میزانسن صحنه کمتر دیده میشد تا جای قرار قطع که حضورش پررنگ شد. این کار خطرناکه. فکر جالبیه. و حالا که حامد ایستاده و همکاراش نشستن و روی حرفش حساب میکنن. موسی تو زعفرانی هست. به من اطمینان کنی. زعفرانی رو بزنیم. آقا یا علی، یکی از عناصری که باعث شده فیلم جذاب بشه و مخاطب لحظه به لحظه فیلم رو دنبال کنه، تضاد و تعارض درون شخصیت هاست. رحیم اگر تعلل کنه منجر به مرگ آدم ها میشه، اما اگر حساب نشده باشه برگ‌های برنده رو میسوزونه. یا مسئولی که نظرش عوض شده، شاید نگرشش اشتباه بوده، یا تقابل میان عشق و وظیفه در مورد حامد. باید بیشتر بهش فکر کنیم به نظر من. اگه نمیخوایم بزنیم ما رو علاف خودتون. یا کمالی که از جبهه ها اومده و اشتیاق به فتح قله ها رو داره، اما حالا باید در یک دفتر کوچیک شاهد بحث درباره کوچکترین جزئیات یک عملیات باشه. خجالت میکشم بابا. آبادان رو آزاد کردم، ما دنبالی بودیم کدوم خرید بمب آورده تو ساختمون. بستان رو آزاد کردن دنبال این جواب برای نشان دادن موقعیت زمانی فیلمه. اگر تاریخ میزد مخاطب دقیق متوجه زمان نمیشد. من نیاوردم که همه به من اعتماد کنین دیگه. آقا داره میگه دیده دیگه، تا حتما باید موسی رو بیاره. صادق تو چی میگی؟ به بک‌گراند ها اگر دقت کنیم، صادق رو با افراد حذف شده می‌بینیم، اما مسعودی که حالا تغییر کرده مثل کمال با بک‌گراند مهماته. چرا ما به حامد نزدیکتر میشیم؟ کاراکتر کم سن و سال و عاشق پیشه است. فریده هم تو خونه است. دیدیش؟ حواسم هست نگرم. نه برای این نگفتم. چی گفتی؟ نمیدونم برای چی گفتم. حامد تو مطمئنی محافظ موسی رو دیدی؟ بله. چرا ما به حامد نزدیکتر میشیم؟ چون شخصیت وقتی که در شرایط سخت و دوراهیه هم شناخت پیدا میکنیم و هم با شخصیت همدلی میکنیم. تا اینجا ما گفتیم. چند سکانس آخر باشه تمرین شما. تحلیل کنید برام بفرستید. کجاست؟ یه کوچه بالا از 150 متر بریم توی یه خیابون موازیه. چقدر باید بیاده؟ اشاره نزدی.
خواستید تو کلاس‌های پیشرفته‌مون هم میتونید شرکت کنید. آرشیو بازیگر هم داریم. اگر بازیگرید میتونید به اون اضافه بشید یا اگر کارگردانید میتونید ازش استفاده کنید. با گروه تولید فیلم ما هم میتونید همکاری کنید.